جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله. ولی ما انسان ها هم شر و هم خیر جزء ماده خلقت ماست. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. هر دو ماده خیر و شر در ما هست. هر کسی با خودش مبارزه میکنه خیر رو در خودش غالب میکنه بر شر، این از فرشته جلوتره. برسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر تا چه حد است مقام آدمیت. ایمان وجود داره. شما نشانه های وجود ایمانید. این جوانای خوب تو بازار، شاید اگر طلبه‌ای ببرن که پشت دیوار بوده تو مدرسه بوده، از مسجد رفته خونه، از خونه مسجد، اگه ببرنش تو بازار ولش بکنن شاید طاقت نیاره. ولی این همه فتنه تو بازار، جوانای بازاری همه روزه با دهان روزه، این همه وسوسه،